دنیا به منزله کمان است میگوید پیغمبر خدا. و این بلاهایی که در روی زمین است، بلاهایی که به سر ما و شما می آید، اینها چی هستند؟ اینها تیرهای همون کمان است. و آدم باشد میگوید پیغمبر نشانه هست، و تیرزن همان خداوند است، آن چنان تیر میزند که تیر زدگی او غلط نیست، خطا نیست. حضرت مولوی هم میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که ای مسلمان ها، ای امت اسلام شما پیش گرفتین، این راه بی عذاب نیست، بی مشقت نیست. چی مشکلات های به سر ما و شما آمد؟ چی امروز مشکلات هایی که به سر مردم مسلمانی که در ملک های عراق آمده است، این گونه مصیبت ها به سر ما و شما آمده نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که شما پیش گرفتین این بی بلا نیست. زمان بی بلا بودن روا نیست. یک زمان خالی از بلا و از مشقت و از مصیبت، این میگد علاج ندارد، این جایز نیست. آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، صاحب تفسیر حسینی میگوید آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، بر طینت آدم رقم غم زده اند. خالی نبود آدمی از درد و بلا، که این ضربت اولین بر آدم زده اند. البته انسان از بلا و از مشقت خالی نیست، زیرا که این مشقت و این مصیبت و این مشکلات خداوند در خاک حضرت آدم شوریدگی بود. و امروز ما و فرزندهای او این مصیبت و این مشکلات و دیگر باز مصیبت های وزینه که آمده نیست، ما و شما البته چکار میکنیم؟ در اینها باید که تحمل کنیم و همراه صابران باشیم، چگونه ای که آیتی در اول به شما تلاوت کردیم. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. که مردی بی بلا مردی لقا نیست. میانی صد بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا اگر به سر شما بیاید، شما دوستیتان را از خدا نکنین میگوید. چی مصیبت هایی هم که آمد از دوستی خود، از خدای خود ببینید. میانی صد بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. از آنجا هرچی آید راست آید، تو کجمنگر که در کجبین وفا نیست. هرچی که می آید به سر فرزند آدم راست هستند، غلط نیستند. وقتی که شما اون خوب قبول نمیکنین و شما در او راضی نمیگردین، این حالت غضب خدا البته بیدار می شود. از این خاطر هر بلایی که به سر ما و شما می آید، حس کنین که یک امتحان از جانب خداوندی است. چگونه ای که به سر خلیل خود حضرت ابراهیم دو بار این امتحان، چی در پرتافتن آتش نمرود و چی در ذبح کردن فرزند، حضرت ابراهیم را خداوند سنجش گذرانید که او از این امتحان چکار کرد؟ بر علا گذشت.